نظم و موفقیت رابطه مستقیم با هم دارن. آقای استیو جابز میگه که اگر میخوایی در سالهای آینده بتونی یک تکنولوژی رو خلق کنی و در اون نوآوری هم وجود داشته باشد، باید نظم داشته باشه، باید منظم باشه. درست هستن؟ بعد سوال شما که گفتین که مثلا این رابطه مستقیم با هم دارند، بی‌نظمی باعث میشه که ما از اهداف و از موفقیت دور شویم. درست هستن. ما یک قانون 20/80 داریم در علم روانشناسی، قانون 20/80. بعضی کارها 80% هستن و بعضی کارها 20%، ولی این کارهایی که 20% هستن اولویت داره از کارهایی که در 80% قرار داره. ببینید ما باید اولویت بندی داشته باشیم که کدام کارهای ما مهم هستن، کدام کارهای ما مهم هستن. ما باید اول اولویت بندی داشته باشیم، کارهای مهم را انجام بدیم و کارهای سخت را انجام بدیم. ما باید بعضی موقع از لذت بگذریم ولی از کار خود نگذریم. بله. چرا؟ چون که لذت را آدم میتونه هر وقت انجام بده. مثلا یک کار سخت را اگر شما انجام ندین، در شاموانین شام هم که خسته شوین، ببین بر فردا شما از خواب اگر رو بخیزین هم کار انجام داده نمیتونین. و اگر لذت را مثلا صبح انجام ندین، بونین در شام اگر شام وقت نشد، شما صبح وقت میخزین و اون لذت را انجام میدین. مثلا تفریح میکنین، مثلا ورزش میکنین، مثلا قدم میزنین. اینا لذت یک انگیزه خاص داره، آدم را به سوی خود جلب میکنه و جذب میکنه، ولی کارهای سخت آدم از او فرار هست. انسان در کل یک موجود تنبل هستن اگر بسنجیم. بله. خیلی تشکر آقای